هزارم گرم همونطور که میبینید یک کاغذ رو به این شکل خم میکنید. درست. خب صفرش کنید. ما به میز نباید بچسبیم. خب حدود 1 گرم نمونه. این 1.84 ما یادداشت میکنیم. 1.08. خب این از این ما اینو یادداشت میکنیم. الان این مثلا جریان خورده عوض شد، مثلا هفتم هشتم هی داره در بسته شده اینا. آره ولی خب اون هشتم شده است. همون درست. خب این از این. ببینید این نمونه رو برام دارید که حالا ما بر ما یه پروتئین ژلاتینی هستش به این شکل. درست. این از داخل یک از این لوله ها کاغذ شمارش هم نمیزه با کاغذ نیتروژن. نه نیتروژن کاغذ. نیتروژن کاغذ در حد 0 در نظر بگیریم. اونو 0 در نظر میگیریم. حالا اگه میخوایم اونم در نظر بگیریم که ببینیم که واقعا چقدره و همینطور مواد دیگه هم اون رو هم چک بکنیم. بلانک شاهد. درست. روی این BCC اسید سولفوریک میخوایم. ببینید ما کاتالیست هم چند گرم؟ 5 گرم کاتالیست آماده بگیرید همیشه. 5 گرم کاتالیست داخل این لوله میریزید. یعنی اول چی شد؟ نمونه حدود 1 گرم با دقت 1/10000 گرم توزیع کرده در کاغذ صافی میپیچیم. یعنی از اول باید تو کاغذ صافی باشه. اگر نمونه شما مایع بود 1 cc برابر با 1 گرمه. در فرمول هم همینطوره. درست. اون وقت با cc میارید نمونه‌تون رو میریزید. درست. هر چند cc بود، مثلا 1 cc یا 2 cc. درست. این از این. بعد روش 15 cc اسید سولفوریک غلیظ که الان ما یه دونه بلانک گذاشتیم، میخوام ببینیم که مواد شیمیاییتون هم چقدر شاهد داره. و روی همه اینا دوباره هر کدوم 5 گرم کاتالیست پروتئین. درجه دستگاه رو تا انتها میچرخونیم و دستگاه آماده میشه برای کار کردن. اومدیم که هضم ما به اتمام رسید. یعنی شما هر 20 دقیقه از 20 دقیقه اول شیشه رو بلند میکنید. ببینید اگه رنگش سبز شده بود این هضم تموم شده، میشه این سبز. درست؟ زمانی که به این سبز رسیدید یه 5 دقیقه میذارید این خنک شه. بعد 5 دقیقه هنوز البته این داغه یه خورده. الان سبز شده؟ نه اون کاتالیست نداره. خب ببینید از گوشه این به آرومی حتما سرش به سمت بیرون باشه. آره همینطور که میبینید دیگه به آب واکنش خاصی نمیده. تموم شد. این دوباره بازم 5 دقیقه میمونه خنک.